نامم پرسیدیم، یک نام بسیار خوشرو، نام زیبای زنانه گذاشته است، یاسمن. بسیار خرسند شدیم مخلوق هستند، برای که این مردم همین سوریمه نشیدن چی درد دارن. جاسمینه نام دختری مسلمانه، جاسمینه. اصلا همون جاسمینه که او جاسمینه میگن از همین یاسمن و یاسمین خود با گرفتگی هست. یا که بعضیاش یاسمینه نام کودک چیه؟ یاسمینه. آخه در زبان فارسی جاسمینه و یاسمینه نیست. در زبان فارسی یاسمنه، در بعضی لهجه های یاسمین میگن میره. این مثل در زبان فارسی دری یاسمین میگن در افغانستان. ما خودمون یاسمن میگیم. آخه نام خشروی یاسمن موندگی جاسمینه و یاسمینه کده میگردی. نام پاسپورت انسانه. نام همی باید طرزی باشه که نامش بشنوم بفهمن که الحمدلله همین آدم مسلمانه، الحمدلله اهل فضله، الحمدلله پدرداره. همین پدرداره، پدر داشته است که اینو مگذاشته استش. خداوند برکت بده که الحمدلله همین نام یاسمن در جامعه کم شده است. جاسمینه و یاسمینه زیاد شده است، نه که یاسمن کم شده است. نامای خوب، نامای سنتی را باید زنده کنیم بچه ها. در اویله هامون، در خانواده هامون باید زنده کنیم. حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید میکند انکم ستدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم. شما را فردا روز قیامت به ناماتون و نامای پدراتون صدا میکنن. فلانی فرزند فلانی. همینجا شیشتگی بدیم بابای حاجی گفتن که قاری سنگلی خیش میگفت یا خیش نزدیک میگفت. نه ما گفتم که دیگه هم سنگ پرت و دیگه سنگ بازی نکنید. قاری علی جون ای کسی نه خیلی نام داره. یا نام همین در نامت یگان کمبودی و یگان نقصان باشه در همین دنیا اصلاحش که امکانیت داری، شرایط داری. فردا روز در صحرای محشر وقتی که نام تا میگیرن مردم میخندن دیگه در اونجا هیچ اصلاح کردن نمیشه. فرزند فلانی عیب نیست بگن تبرعلی بچه تیش علی فاحسنوا اسماءکم. از همین خاطر ناماتون نامی نیک بگذاره، نامی خوب بگذاره. حضرت صلی الله علیه و سلم نامی اما اصحاب بزرگواره که در زمان جاهلیت نامگذاری شدند و نامش موافقت نمیکرد یا مضمون ناخوش ناخوب داشت، حضرت اصلاح میکرد. یه بچه عبد شمس ها را عبدالرحمن نام کردگی، عبدالحجر ها را عبدالله نام کردگی، نامو را اصلاح میکرد. اگر هم میدید که نام اندک ناخوب های حتی معنی ناخوش بتا حضرت اصلاحش میکرد. حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله تعالی یکی از تابعین جلیل القدر بسیار دانشمند و عالم بود. ولی وقتی سخن درباره تابعین یعنی شاگردای صحابه برای که از همه افضل و بزرگترش کی است؟ در جواب یک رنگ یک شکل نمیگن عالما، عوام نه عالما میگن افضل تابعین حضرت اویس قرنی است. اویس قرنی برای پیغمبر وصفش کرده است. ببینه اما اعلم تابعین، دانشمندترین تابعین سعید ابن مسیب است. اعلم تابعین بود، به نهایت مساوات بود. همه حضرت قصه میکند حدیث در صحیح بخاری اومده گیه. میگه بابام نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد و اسلام آورد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سوالش کرد ما اسمک؟ نام چیه؟ گفت حزن. حزنش نمی غم مصیبت خودمون حزن میگیم کو این همیه معنی. گفت انت سهل. نامی تو گفت سهل. مسلمان باید نامش حزن نباشه، مسلمان باید نامش غم نباشه، مسلمان باید نامش ستم نباشه تدان خدا، مسلمان باید نامش قمچی نباشه، شوخی نباشه. خب مسلمان بنده الله های خدای تعالی انسان از زیباترین مخلوق آفریده است. نخواه همین خیلی ناموی بیزی بدن در کودک بگذاری. گفت نامی تو سهل. میگه این بابام زعمی را گرفت. گفت والله لا اغیر اسمن سمانه ابی. قسم به الله گفت اون نامی را که پدری رحمتین گذاشته است دیگر نمیکنم. همون نامش هم تا حسن مون. حضرت سعید ابن مسیب بعدها به یک علم درد میگفت که
فما بالت الحزونة فینا بعد. ای همون زمان دیگه تو حوزی غم اندوه اویله ما را ترک نکرده است. همیشه در غمیم، همیشه یه مصیبت بالای سر ما اومده است. یعنی حضرت به همین بزرگواریش چه عذاب و مشقت‌های کشیده است. برای چی؟ برای که باباش زعمی را گرفته گفت من نامی که پدرم گذاشته است عوضش نمیکنم. وقتی دیده که نامی ناخوش و ناخوبه در همین مسجدتون بخیزید، این محفل ده بخیز بگو که من بعد نامی من فرض کرده محمد، نامی من فلان، نامتون اصلاح کنید. اگر ما بودم در قوم آدمای زعمی یک رو هستن نامی کهنه خطی بگیرن، ملائکه ها لعنتش میگن که تو چرا این بنده نامش نامی خوب سنتی کرده است، تو به همون نامی پیشینش را نام میگیرید. در صحرای محشر هم انشالله به همین نامی خیر نامش میگیرن. امام مالک روایت میکنه در کتاب الموطأ، میگه یک مرد نزد حضرت عمر اومد، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، در همون زمانایی که حضرت خلیفه مسلمانان بود. با حضرت سوالش کرد نام چی ای؟ گفت جمره لخچه. نام پدر چی ای؟ نام پدرش هم تریه چی میگه؟ همه شعله آتش ایده. ای کجا میشه ای؟ همون مکانش با گلخن میشه در جمعش و علاوی کلون گریون میکنی کو. با گفت یا هادا ادرک اهلک فقط احترقو. همه چه گفت برای هم بخونه و درد برست که همش سوختن مردن. ای نومی خودت لخچه، نومی پدرت آتش سوزنده، نومی موضعت گلخن. ابا شد برای دایره شو که سوختن پجر شد. میگه اومد که حقیقتا سوختار شد دست در اون موضع مکان شد. انسان باید به فالی نگ نام بگذاره آقی، نام خوب و زیبا بگذاره. خدا را شکر میگیم که الحمدلله این بختیار جان ما که با خبر و آگاه هسته، فرزند نامی بسیار خوب گذاشته است، نامی زیبا گذاشته است. همین دخترکان نامشو همین گل باشه و چیزی همین طریق معنی زیبا داشته باشه، انشالله بسیار به مورد بسیار خوبه. دعا میکنیم در حقش که پروردگار بیاسمن دخترکی صالحه و مستوره و حافظه قرآن و محبه خدا و پیغمبر به کمال برسد. پروردگار به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم، روح رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ از صاحب معرکه و مهمانان شاد و مسرور بگرداند و فردا روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیب بسازد. خداوند پدر مرحوم بختیار جان رحمت مغفرت کنه و در بحبوحه جنت مستقر بگردونه. پروردگار برای بختیار جان یک فرزند نرینه دیگر هم در پهلوی بی اسلام بده تا اینکه همیشه در محفل خیر سنتی شرکت داشته باشه. خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردن نصیب و روزیشان بگردان. پروردگار امید به رحمت شفقتی تو داریم، عاقبت امورمون به خیر انجام ده. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین. حمدا بالقرآن واجعله لنا ایمانا و نورا و هدى و رحمه. پروردگار ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگ، ثواب این نعت نشیدایی را که قاریای محترم ما سرودند، ثواب امر به معروف و نهی از منکر که الحمدلله این محفل خیر خالی از آن نبود، ثواب این نان و طعام‌ها را که به خاطر شکرگزاری نعمت‌های علی دوام می‌کنید، به خاطر احیای سنت والای حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم صاحب خانه بختیار جان آماده کرده است. اولا به درگاه بی‌نیازت قبول فرمای، بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبرانت، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. خدای روح آن حضرت را از اهل این مجلس خیر مجموعاً از جمیع امتی با غیرت با همت سنت دوستدارش شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و فردا روز قیامت از شفاعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم، از همنشینی و صحبت آن حضرت صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیب ساز. بعدا برسان به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحب خانه و از مهمانانش امید دعا دارند، خاصتا به روح مرحوم خورشید جان پدری صاحب خانه. خدای رحمت مغفرتش کن، پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرش گردان. از اعمال نیک فرزندان خداوند و در عالم برزخ همیشه روحش شاداب نگهدار. پروردگار را به بیاسمن
از جمیع بلا و گزنده حفظش کن، سالم و تندرست پروردگار رو به کمال برسانش. خداوند بختیار جان غیرت همت بده که در تعلیم و تربیتش سعی تلاش به خرج بده. قسم به الله دخترای صالحه امروز در جامعه از جوانای صالح دیده بیشتر از زیادتر احتیاجمند هستیم. به دخترای صالحه خشو به حال مردی صالحی که سعی میکنه که دختر تعلیم تربیت اسلامی و خوب بده. ان شاء الله خداوند در خاندانش در امر جان و کسب و کارش برکت می‌سازد. پروردگار غیرت بده بختیارا که دختری صالحه و مستوره و محبه خدا و پیغمبر و حافظ قرآن تربیت کرده و به کمال برساند. پروردگار عاقبت امور به خیر انجام ده. همین نعمتایی را که برام دادی خدایا علیق میدونیم که فردا روز قیامت پرسیده میشوید. لا تسالون عن النعیم. البته پرسیده میشوید از نعمت ها. میگه خدا بزرگترین این نعمت های دنیا همین فرزند است. خشو به حال مردی که وقتی خدای تعالی صاحب فرزندش کرد سعی میکنه که شکرگزاری نعمت خدا را به جا آورده. کودک از خردی با خدا و پیغمبر آشنا کند، با خط قرآن آشنا کند، در نماز مستقیمش بدوره. انشالله از بدن این فرزند در دنیا را برکت میبینه، بعدی وفا در عالم برزخ هم انشالله روح شاداب میگردد. پروردگار مسلمان زیستن و مسلمان مردن و فردا روز قیامت در حلقه محبانت، در حلقه محبان حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشتن برام نصیب روزی گردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین. شما